کش 40-20 صورتتو لیفت کن. برای لیفت کردن اگه مشتریمون پیشونی چروکی داشت اینجا رو لیفت میکنیم که اون خط باز بشه. اگه ابروهای افتاده داشت این تیکه رو لیفت میکنیم. اگه چشمای افتاده داشت این تیکه رو، و اگه گونه افتاده داشت این تیکه رو لیفت میکنیم. حالا بعضیا هستن که به خاطر سن بالا و حالا افتادگی صورتشون این ناحیه هاشون هم نیاز به لیفت داره، اونا رو این تیکه رو لیفت میکنیم که پوست گردن رو این تیکه کشیم. حالا من یه خط رو به سمت بالا برداشتم، میخوام چشم و گونه‌ش رو لیفت کنم. این تیکه رو برمیدارم، یه تیکه از اینجا برمیدارم. میتونم این پایینم یه دونه گیره بزنم که موهای پایین به اون گیر نکنه. تاف میزنم که کاملا سطح کارم، سطح لیفتم تمیز باشه. موهای خورده‌ای که گیر میکنه به لیفت باعث میشه که سر مشتری درد بگیره. حالا دو تامو رو گرفتم توی دستم، یه دور میچرخونم 40-20مو. حالا دیگه نمیچرخونمش، یه دونه اشاره میچرخه، 60 تا اشاره رو میده بیرون، این دست میکشه بیرون، دوباره میچرخه. همین کارو تا انتها. بخوام هی دستم این ور اون ور کنم باعث میشه موریزاها قاطی لیفتم بشه و مشتریم سردرد بگیره.